خب برای دوستان عزیزی که همیشه این سوال براشون پیش اومده که هواپیما روی زمین چجوری حرکت میکنه، بگم که این هواپیماها، چه هواپیمای فوق سبک و هواپیمای بزرگ، خیلیشون به واسطه این دوتا پدال که وصل به چرخ جلویی هواپیمای چرخ نوز، با چپ و راست دادن این پدال ها هواپیما هم به چپ و راست میره، چرخ نوز رو به چپ و راست هدایت میکنه. و برای ترمز گرفتن دو تا بریک داریم که بالای این پدال اینجا قرار گرفته. زمانی که میخوایم ترمز راست و چپ رو بگیریم، هر کدوم از پدال ها رو اون نوک پنجه رو فشار بدیم، ترمز درگیر میشه. و همچنان میتونیم به هدایت هواپیما روی زمین هم با چپ و راست بردن اون دو تا پدال اصلی ادامه بدیم و حرکتمون رو داشته باشیم.